سلام دوستان. توی این درس قصد داریم سلام و احوال پرسی کردن به زبان آلمانی رو با هم دیگه یاد بگیریم. احوال پرسی کردن و سلام و احوال پرسی کردن توی زبان آلمانی دقیقاً همون روشیه که ما خودمون توی فارسی استفاده میکنیم. اولین لغتی که میخوایم یاد بگیریم لغت هالو هست به معنی سلام. هالو هالو به معنی سلام هست که وقتی با یه نفر برخورد میکنیم برای سلام کردن میتونیم از لغت هالو استفاده کنیم. اصطلاح بعدی که به کار میبریم اصطلاح گوتن مورگن. گوتن مورگن به معنی صبح بخیره که از صبح تا ساعت هولوش ساعت 12 از اصطلاح گوتن مورگن استفاده میکنیم. گوتن مورگن معنی صبح بخیر. خب اصطلاح بعدی گوتن تاگ هست. گوتن تاگ به معنی روز بخیر، معمولا تا ساعت هولوش ساعت 5 بعد از ظهر یا 17 از با اصطلاح گوتن تاگ استفاده میکنیم. گوتن تاگ. عصر بخیر. گوتن آبند. از ساعت 5 بعد از ظهر به بعد دیگه هر وقت با یکی برخورد میکنیم میتونیم از اصطلاح گوتن آبند استفاده کنیم. گوتن آبند. گوتن آبند. یه اصطلاح دیگه ای هست که فقط موقع خواب وقتی که میخوایم بخوابیم ازش استفاده میکنیم و اون گوتن ناخت هست. گوتن ناخت. دقت کنید که اینجا دیگه ان نداریم. گوتن ناخت. خب یه سری جملاتی هم هستن که برای احوال پرسی کردن ازشون استفاده میکنیم به صورت نرمالشون. در حالت رسمی ما از جمله Wie geht es Ihnen استفاده میکنیم. Wie geht es Ihnen یعنی حال شما چطور است. Wie geht es Ihnen. در جواب هم میتونیم بگیم که Es geht mir gut und Ihnen من خوب هستم شما چطورید. و در حالت غیر رسمی و دوستانه از این جمله استفاده میکنیم. Wie geht es dir؟ Wie geht es dir؟ یعنی حالت چطوره؟ یا به صورت مخفف شده Wie geht's؟ Wie geht's؟ Wie geht es dir؟ مخففش میشه Wie geht's؟ حالت چطوره؟ که اینجا هم در جواب میتونیم بگیم Es geht mir gut. جوابهای دیگه ای که میتونیم در پاسخ سوال Wie geht es Ihnen یا Wie geht es dir بدیم اینه که میتونیم از جملات Es geht mir gut به معنی من خوبم. Es geht mir nicht so gut خیلی خوب نیستم. یا Ich bin glücklich من خوشحالم. Ich bin traurig من ناراحتم. دقت کنید گیه وقتی آخر یک کلمه قرار میگیره تو 90% مواقع ش خونده میشه. Ich bin traurig. Ich bin wütend من عصبانیم. Ich habe Angst من میترسم. habe یعنی فعل haben به معنی داشتن. Ich habe Angst یعنی ترس دارم. ما میگیم من میترسم. Ich bin müde من خستم. Ich bin verliebt من عاشقم. خب اینا جملاتی هستن که برای احوال پرسی ازشون استفاده میکنیم و جوابهایی که در پاسخ از این سوال ها میدیم روش‌های گوناگون میتونیم جواب بدیم. میتونیم اولش تشکر کنیم بگیم وقتی از همون پرسن Wie geht es dir میگیم danke یعنی خیلی ممنون. danke es geht mir gut und du یعنی خیلی ممنونم
من خوبم، شما چطوری یا تو چطوری. روش های مختلفی برای جواب دادن به این سوال ها هست که حالا توی ویدیوهای بعدی سعی میکنم اینا رو تکرار کنم تا بهتر تو ذهنتون جا بیفته. خب درس سوم هم همینجور به پایان میرسونیم. امیدوارم که روز و شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.